الو جانم، آمریکا؟ من برای نسل‌کشی در غزه موشکم آوردم. لطفاً هر چه سریعتر برای من پول بفرستید. اوکی، ردیفش میکنم. کوکاکولا؟ بله بفرمایید. لطفاً مالیات 2024 رو پیش از موعد تصویر کن. اسرائیل پول کم آورده، باید کمکش کنیم. سعی میکنیم انجامش بدیم. لطفاً سریعتر. بله حتما. کوکاکولا ایران. سلام مستر. لطفاً پول رو واریز کنید به حساب تا اسانس های جدید رو براتون ارسال کنیم. ضمناً حق استفاده از برند امسال کمی افزایش باشه مستر، اوکی. متشکرم. سوپر عدالت بفرمایید. سلام آقا، من شرکت تماس میگیرم. ما یه بدهی خارجی داریم. زحمت این نوشابه ها رو تصویر کنی. باشه اوکیش میکنیم. بابا اینم داره تو ایران تولید میشه، دست برده حرفا چی میزنی؟ چشم این یه بار بخوری که تولید نمیشه. سری بعدی نه پپسی نه فانتا نه کوکا، فقط برند ایرانی. خود فروشنده حلال زنه در زنگ میزنه. داش محسن سلام جانم. داش شرمنده این شرکت تماس گرفته، ما باید بدهیمون تصویر کنیم. اصلا غمت نباشه، الان برات کار میکنم. چشم. من یه لحظه این پول رو این کار کنم، عجله داره.